قال رسول الله انا الشمس و علی القمر، شب غم ها فقط با علی میشه سحر. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام شهادت مولای متقیان آقا امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب خدمت شما عزیزان عزادار و شیعیان منتظر آقا امام زمان و شیعه امیرالمؤمنین. عزیزان عرض کنم خدمتتون که در این شب می‌خواهیم از شهادت این بزرگوار صحبت کنیم، شهادتی که باعث شد عدالت از روی زمین برداشته شود. اگر بگوییم تمام انسانیت به شهادت رسیده، بیراهه و گزافه نگفتیم. عزیزان، امام علی علیه السلام در امشب و چنین شبی به شهادت نرسیدند، بلکه امام علی از سالیان گذشته به شهادت رسیدند و ضربه آخر را ابن ملجم مرادی به فرق مبارک آقا امیرالمؤمنین زد. آقا امیرالمؤمنین زمانی به شهادت رسید که بعد از رحلت پیامبر اسلام حق ایشون در خلافت در جانشینی را غصب کردند. امیرالمؤمنین زمانی به شهادت رسیدند که در خونشون را آتیش زدند. امیرالمؤمنین زمانی به شهادت رسیدند که سیلی به صورت فاطمه زهرا زدند. امام علی زمانی به شهادت رسیدند که دستان مبارکشان را با طناب بستند و آن را در بازار کشاندند. امام علی زمانی به شهادت رسید که در آن مجلس کذایی نشاندند و او را با قیاس کردن با دیگران مجبور به قبول کردن جانشینی کسی کردند که اصلاً جایگاهی در جانشینی پیامبر نداشت. امام علی شهید زنده بود، یعنی از همان زمان رحلت به شهادت رسید، اما ضربه آخر که باعث رستگاری امام شد از این همه ظلمی که به ایشون شد، همون شب 19 ماه رمضان بود که توسط ابن ملجم مرادی به فرق مبارکشون اصابت کرد. پس عزیزان، امام علی را شهید زنده و شهیدی بدانید که دائما در حال چشیدن طعم شهادت بود. امیدوارم که ما هم از شهدای راه امام علی و از منتظران ظهور حضرت حجت باشیم ان شاء الله. اول مظلومیت امام در شناختش به گونه‌ای بود که شخصیتش دچار ظلم شده بود. شخصیت امام را مردم نمی شناختن، منش امام را نمی دونستن اصلا چیه و به دید یک انسان معمولی نگاه می کردن. اگر امام مطلبی را میگفتن خب اینم نظریه. اگر امام امری میکرد میگفتن که جایگاهی نداری. اگر امام مخالفتی میکرد میگفتن تو جایگاهی نداری، تو هم مثل ما یک شخص عادی هستی. پس شخصیت امام را از بین بردن و قدرش رو ندونستن. دومین مظلومیتی که امام دچار شده بود، مظلومیت در فهم امام بود. اصلا درک نمی کردن مردم زمانه که امام چرا این گونه داره رفتار میکنه نسبت به دین خدا، نسبت به احکام خدا، نسبت به امور روز، نسبت به حکومتی که داشتن بعد از 20 و اندی سال که حقشون غصب شد. یکی دیگر از مظلومیت ها در مسئله یاری رساندن امام بود. آیا زمانی که در غدیر خم دست مبارکشون را آقا نبی مکرم اسلام بالا بردند و ایشون را مولای بعد از خود بر مؤمنین و مسلمانان دونستند، آیا دست یاری به سوی این بزرگوار دراز کردند که یاری کنند و نصرت دهند این بزرگوار را؟ نه متاسفانه. پس ایشون در یاری شدن هم مظلوم بودند. یکی دیگر از موارد مظلومیت در قدر دانستن وجود امامی که بین انسانها، بین دیگران، بین هم نوعان دیگر در حال قدم زدن است. وجود امام یعنی منت خدا بر سر اونها.
وجود امام یعنی بودن وجود آنها. وجود امام یعنی امنیت آنها بر روی این کره خاکی. در روایتی است که اگر زمین خالی از خلیفه و حجت خدا بشود، زمین تمام مخلوقات روی خودش را میبلعد. آن چیزی که باعث امنیت خودشون شد یعنی وجود امام را قدر ندونستند و با بی احترامی تمام با این بزرگوار رفتار میکردند. یکی دیگر از مسائل مظلومیت که دچار امیرالمؤمنین شد مسئله یاری رسانی به امام بود. حتی اون زمانی که امام را به عنوان خلیفه انتخاب کردند، امام در جنگ ها دست یاری به طرف اونها دراز میکرد، اما متاسفانه اونها شونه خالی میکردن، یا اگر هم میرفتن با فتنه کردن، با دسیسه کردن به امام ضربه میزدن، همون گونه که بسیار ضربه زدن از همسر پیامبر گرفته تا دیگران. پس حتی در یاری رساندن امام با این که انتخاب شده بود به خلافت، به زعم آنها به خلافت، باز هم دچار مظلومیت شدن و ظلم کردن. عزیزان، حتی در مسئله تفسیر و تعویل قرآن هم بازم در حق امام علی ظلم کردند. به گونه‌ای بود که میگفتند که اگر علی این رو گفته، خب ما بریم از ابن عباس هم مثلا بپرسیم ببینیم ایشون چی گفته، یا فلانی کی گفته. این نظر ابن عباس، اینم نظر علیه. متاسفانه همان ترور شخصیتی که معاویه انجام داده بود تأثیر خودش رو گذاشته بود و دید مردم را نسبت به شخصیت امام کاملا عوض کرده بود. معاویه چگونه امام را سیاه نمایی کرد، شخصیت ایشون را پایین کشید به گونه‌ای که مردم هیچ گونه حسی به امامت ایشون نداشتن. عزیزان، در طول 20 سال معاویه به دستور و مشاوره عمرو عاص اومد بره ها و بزغاله هایی را به عنوان هدیه و موهبت از طرف خودش به اهل شهر داد. یعنی به هر خونه‌ای که بچه کوچیک داشت به تعداد اون بچه ها بزغاله یا بره بهشون دادن، اما به این نیت که در آینده الان بکارند و در آینده برداشت کنند. بعد از چند سال که این بچه ها همراه با اون بره ها و بزغاله ها بزرگ شدند و بین اون بره ها و اون بچه ها علقه و محبت ایجاد شده بود، دستور دادن شبانه تمام اون بره ها و بزغاله ها را از خونه های اون مردم جمع آوری کنن به صورت مخفیانه، یا همون بهتر بگیم به دزدی ببرن و بعد از اون ندا بدن توی بازارها که آهای مردم، اون کسی که به شما هدیه داد معاویه بود و آن کسی که این هدیه رو از شما گرفت علی بود. و این باعث شد که کینه امیرالمؤمنین در دل نسلی جدید رخنه کنه و دید اونها نسبت به شخصیت امام علی دیدی بد و سیاه بشه. و همان گونه شد که بعد از این که این بزرگوار به حکومت رسید، در طول 5 سال حکومت چندین و چند جنگ به این بزرگوار تحمیل کردند. عزیزان، الان هم ما دچار همون جنگ هستیم در مورد انقلاب اسلامی. ما انقلاب اسلامیمون رو با آرمانهای الهی به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه و به هدایتهای مقام معظم رهبری انشالله داریم ادامه میدیم. هرچند که کمیها و کاسیهای زیادی داریم، اما اصل راهمون تغییر نکرده. اما دشمن با جنگ رسانه‌ای خودش میخواد این رو در دل و جان جوانان و نوجوانان ما این رو رخنه کنه، نفوذ بده که بله، این انقلاب نیست، این انقلاب اون انقلابی که شما را به سعادت میرسونه نیست، این انقلاب اون انقلابی نیست که فریادش را در سالهای قبل از 57 زدین. در آخر الزمان ایمانها استوارتره. بعضی ها میگویند که ریزش الان زیاد شده، دینگریزی زیاد شده. اما عزیزان، این رو هم من بگم، بله، خاصیت آخر الزمان همینه. در نشانه های آخر الزمانی که برای ما نقل کردن ائمه اطهار وجود داره که
مردم در آخرالزمان از دین فرار میکنن، خدای آنها پول میشود، زر و سیم میشود. این نمونه هایی از نشانه های آخرالزمانه. اما همان امامان عزیز فرمودند که استوارترین انسانها در دین خدا در آخرالزمان هستند. امشب شب 21 شب شهادت این بزرگوار، قسمش میدهیم به فرق شکافته خودش که ای امیرالمؤمنین، ما امیدمان به توست، امید ما به وجود و دعای توست. ای امیرالمؤمنین دست ما شیعیانت را بگیر. ای امیرالمؤمنین دست ما غلامان روسیاهت را بگیر. ای امیرالمؤمنین تو دعا کن ما از منتظران امام زمان باشیم. ای امیرالمؤمنین تو دعا کن ما جزء سربازان پابرکاب امام زمان باشیم انشاءالله. در پایان هم دعا میکنیم برای ظهور منتقم خون آقا امیرالمؤمنین، یعنی صاحب العصر و الزمان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. امیدوارم که قلب نازنین این بزرگوار هم از ما راضی و خوشنود باشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.